محبت ستاری هنرپیشه تئاتر و کارگردان شناخته سینمای توجیک روز 24 آگوست سال 2023 در سن 56 از عالم چشم پوشید. نشریه اویلا خبر داد که وقتهای آخر این بانوی سرتوپه هنر از بیماری سرطان اذیت میکشید. مراسم وداع با محبت ستاری در منزلش در سروقه کوچه بوربا 48 میگذرد و نماز جنازش روز 24 آگوست وقت نماز پیشین در مسجد میکرورایون 64 شهر دوشنبه دایر می شود. قرار است بعد ادای نماز جنازه این هنرمند توجیک را در آرامگاه محلی گپرزم پایتخت به خاک می سپارند. محبت ستاری 1 ینوار سال 1967 در نویه فرخور تولد شده است. سال 1988 دانشکده دولتی سرت به نام میرزا ترسونزاده را ختم نموده به تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاهوتی به کار آمد و در چندین نمایشنامه‌های جالب و خاطرمان نقش آفرید. بعداً محبت ستاری به کار تلویزیونی گذشته چندین سال به حیث کارگردان در شعبه فرهنگ شبکه یکم کار کرده چندین نمایشنامه تلویزیونی را روی صحنه آورد. از محبت ستاری چندین فیلم هنری و مستند از جمله فیلم‌های پیوند شکسته، پدرود و پیغام، یک جهان از من و تو، برخیز مادر، کاخ نور و رقص زندگی به یادگار ماندند. محبت ستاری برای خدمت‌هایش سزاوار عنوان‌های اهلوچی فرهنگ، تلویزیون و رادیو و کینماتوگراف تاجیکستان و کارمند شایسته تاجیکستان شده بود.